درود بینندگان گرامی، دوستداران و هواداران برنامه‌های فرهنگی و فراغتی. برنامه نوبتی اعجاز را این لحظه منظورتان می‌نماییم. صنعت معماری ملی تاجیکان تاریخ نهایت قدیمه دارند و هنرهای کنده‌کاری و نقاشی و گچکاری و کنده‌نگاری از جزهای اساسی این صنعت معماری به حساب می‌روند که عمر جاودانی دارند. امروز ما در برنامه اعجاز بابت یک نوع صنعت تصویری زیبای ملی با نام نقاشی حرف میزنیم و عین حال ما در یکی از تالارهای زیباترین بینای اساسی قلعه خوجند قرار داریم و این تالار علمی ادبی نام دارد و نمونه برجسته صنعت نقاشی را می توانید از همینجا تماشا کنید. بله، صنعت بدیعی تاجیکی واقعا قدیمه و زیباست و توسط هنرمندان بزرگش تا امروز پابرجاست. ادامه دهنده این هنر زیبا مانی قلمان ثانی به مانند قهرمان ما انعام جان احمدов هستند که در رشد منبعده صنعت آرایشی عملی حصه خود را می‌گذارند. در این تالار نمایشی محصول کار این هنرمند و هنرمندان دیگر و شاگردان را مشاهده می‌کنیم. استاد میخواستم اندیشه‌های شما رو بابت همین تالار علمی ادبی دانم، چون شما همچون راهبری نقاشان و کنده‌نگاران همین تالار هستید. میگفتید که کدام نوع هنرها در اینجا استفاده شدند؟ اینجا تالار علمی ادبی به حساب می‌رود یکی از تالارهای کلانترینی در قلعه خوجند میباشد. اینجا واسه جفت نجاران این واسه جفت را به ما تیار کرد دادن و ما وظیفه دار کردند که ما همین تالار رو آرایشی با نقاشی آرایش دیم و ما اقدام گرفتیم که ما در اینجا در واسه جفت قدیمه نقاشی و کنده‌نگاری را آموزش دیم و این را هم ما در مساحت 600 کوادرات همین را سر کردیم. دوامی 2 سال ما این کارها را به انجام رساندیم همراه یک گروه نقاشان شاگردان. در اینجا ما نقش‌های اسلامی، نقش‌های گئومتری را کار فرمودیم که این یک حسنی دیگر به تالار آورد. نشان دادیم ما با همین که تا کدام درجه نقش تاجیکی قدیمه ما خیلی زیبا است که ما یک جای دو نموده کار نقاشی و کنده‌نگاری را با آموزشی داده همین تالار را به انجام رساندیم. در اینجا ما حرکت کردیم که مساحتی که بلندی تالار را به نظر گرفته گل و بند و برگ و همشه جابجا گذاشتیم که این چیزی اساسی می باشد برای نقاشی و کنده‌نگاری که مسافه بلندی تالار باید که به نظر گرفته شود و از احتیاج این کار هم برآمدیم. در اینجا ما یک چند با همراه ها من حاجی رستم شادروان با ما آموزانده بودن همین کارها را. سنگینوف ما با سنگینوف شریف جان، حیدروف اسماعیل خویجه، عمروف عبدالقهار، رکنیدینوف مجید خان، تاشمتوف کمال جان با همین خیلی با غیر دیگر همکاران کار کردیم و با یک 5-6 نفر شاگردان این تالار رو در دوام 2 سال ما به انجام رسانیدیم که امروز من تماشابینان آمده از دور و نزدیک از سیاح آمده به صنعت قدیمه ما بسیار قائل شده، بسیار بهای بلند داده استاده اند. واقعا بسیار زیبا، بسیار عالی جناب، محتشم آرا داده شده است و می گفتید که خودی صنعت نقاشی چگونه صنعت است و بزرگان قدیمی ما که ها بودند که اجرا کننده همین صنعت بودند، دانندگان خوب همین صنعت نقاشی بودند که تا امروز همین اقدام آنها، هنر آنها پابرجا مانده است. الان درباره نقاشان قدیمه گوییم اگر این خودی نقاشی بسیار نقشی تاجیکی بسیار قدیمه است
و در عصرهای 19-20 این باز رواج رونق یافت. خصوصا در دوره استقلالیت باز به اوج رسید که پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان به این توجه ظاهر کردند و ما بسیار شرایط پیدا شد که ما هنر خود را بر این خیل تالارها و جاهای معرفتی جمعیتی و فرهنگی و استفاده بریم و این همش استادان درباره گذشته گوییم اگر استادی بزرگی که حالا نامشون در کالج صنعتی دوشنبه این میزار احمد عالموف یعنی استادایی یکی از استادانی کندلنگاری نقاشی خلق تاجیک از من این ولایت بگوییم اگر استاد مقصود سالیوف استاد غفور منصوروف همه ها باز من شادروان رستم جان سنگینوف احراروف اعظم جان بودن ارگشوف ترسونبای همه ها در صنعتی قدیمی نقاشی بسیار سهمی کلان گذاشته آمدگی تا میرسه و امروز ما وظیفه دار هستیم که این کارهای آنها رو دوام دهیم این نمودی صنعت رو نقاشی و کندلنگاری رو رواج رونق دهیم و با شاگرد تیار کنیم و دوام این کارها رو به شاگردان آموزانیم و این صنعت قدیمه رواج رونق یافته پیش رود. баландии толор аз фарш 8 метр аст ва аз 5 метр боло пурра наққошию кундалнигорӣ шудааст. наққошӣ ва кундалнигорӣ аз навъҳои бостонии санъати ороишии амалӣ ба ҳисоб рафта аз маданияти волои гузаштагони мо гувоҳӣ медиҳанд. устод шумо гуфтед ки болорҳо тавассути вассаҷуфт иҷро шуданд. باز ما کدام الیمنت ها رو دیده میتونیم؟ این واسه جفتی قدیمه واسه اون که نجاران به ما تیار کرد دادن اینجا الیمنت های نجاری من شرفه هست زنجیره هست در اینجا من این پویننگی نقشه که ما میبینیم اینه عرقه میگن بعد اینجا بالاترش به من نوه هست اونجایی که فنی و قطع کردگی این نوه و در نقاشی در همین واسه جفتی قدیمه بسیارتر اگر حوزه کارفرمون اگر بسیار زیبا میشه این با حشمت میشه در این تالار 4 حوزه که مایده 4 بوچک و بعد در مابین یک حوزه که کلان هست که این یک برای تالار با حشمت بودنش یک بسیار رولی کلان بازده ایستاده است و ما بسیار مشکل بود در آنی همون حوزک ها کار کردن نقاشان همون کاران شاگردان در همینجا بسیار همین خیلی وها بود که حالت ها بود که بسیار هم مشکل بود همون جاها در آمده همون قوتش به همون جاهای همش نقاشی کرده برآمدند و در اینجا باز من الیمنت های دیگر حاشیه هست من بالارها هست کوزه هست همه این الیمنت های نجاری که ما همونجا نقاشی و کندلنگاری کردیم همه ها رو به انجام رسوندیم این واسه جفت من برای چی واسه جفت میگن اون که من در یکتش واسه هست در یکتش ما در فنیره در روی فنیره کندلنگاری کردگی در واسهش نقاشی کردگی هر دو چیز آمیزش دادگی ما همینجا به واسه جفت گفتنی گفت این دو تا واسه و یک تا نسخه میپاتویم همین نامشه واسه جفت از قدیم آمدگی این همین خیلی قاعده قانونی نقاشی قدیمی هست که استادانی پیشتر همین ها رو کرده ما آموزیدند امروز ما من همین چیزهای گم نکرده همین چیزهای باز رواج رونق داده کرده ایستادیم. من نقش نگاری که در واسه جفت تصویر میشوند فکر میکنم که در پایان اجرا میشوند. قسمی که ما حاضر اصلش پیشتر همین واسه ها در جایش کرده میشد اگر از بالا سخت کنه نگر ما حاضر همین خیلی وهای یافتیم که کارهای سال برای سبکران همین واسه یالو گرفته پایین به تیار کرده ایستاده نقشاش پرافته گذرانیده همه کارهای تا سیاه قلم و تا رنگ دراری دیگر بعد از بالا همینه با جاش به گذاشتیم تمام فنیره هایی که در اینجا میبینید
کندال نگاری کرده شده است همشه بالا و جاش بکرده نمیشد ما همیشه پایین به تیار کرده ایستاده از بالا ماندگی که همین چیز یک صفتی بلند کردی اجرا شود بوده کندال عموما چیزی که وای جاش بکرده نمیشد وای البته پایین بکره صف کردی 70-60% که ما مالی نامبر کردم کار همین کندال ها در پایان در بالای کاغذ تیار کرده ما جاش به وصل کردی همشه ما هنر نقاشی گفتیم و اینجا از کندال هم یادداری میکنید و به اندیشه من اساسی نمین کندال نگاری هم نقاشی است یک این نقاشی این هم نقاش کندال نگاری هم نقاشی لیکن نقشی برجسته کندال به نقشش بندها بعضی وقت ما گل‌های هم کندال میریزیم برگ‌های هم میریزیم این نقشش برجسته فرقیتش همین همون رنگ همون آنچه که نقاشی طلبات است کندال هم همین چیز فقط نقشش برجسته و به جاهای بندهایی که ریخته شده است ما بسیار آبی طلا میدوانیم برنز میکنیم میگوییم روسچی برنجی آبش میدوانیم و همون بندهای ما گویاتر کرده نشان میدهد همش در یک تالاری خردی دیگر نمونه کارهای قهرمانی ما به معرض گذاشته شده است. این نمونه برجسته صنعت کندال نگاری است که توجه هر تماشابین و سیاح را به خود میکشد. جهانگیری یک سیاح ایرانی از آشنایی با مؤلف این اثرهای زیبا اظهار سعادتمندی نمود. این سیاح 73 دولت دنیا را گشته است و نیت دارد این شماره را به 100 رساند. بخت یار من بود که در وقتی که به این مجموعه تاریخی فرهنگی قلعه خوجند آمدم افتخاری رو داشته باشم که آشنایی پیدا کنم با استاد بزرگواری که در این سالونی که ما در اینجا قرار داریم کارهای بسیار زیبای نقاشی ایشون هست که از زیبایی خاصی برخورداره و واقعا ارزشمنده و من افتخار میکنم که در حضور ایشون هستم. ایشون پدر و استاد هستند و احترامشون واجب و باید زحماتشون رو قدرشناسی کرد. استاد شما اسمتونم بفرمایید که برای مردم تاجیک آشنا هست اما من هم بدونم که به چه ترتیبی هست. انعام جان احمدوف. آقای انعام جان احمدوف رسام و نقاش هستن که دیگه به قول معروف خود هنر میگه که چی هست. افتخار بزرگی هستش که در خدمت شما هستیم و امیدوارم خداوند به شما طول عمر عزت و سربلندی همیشه عطا بکنه که باعث افتخار هستیم. سلامت باشید. رحمت. واقعا این اثرها جالبی دقتند و انا این اثر را باشد هنرمند دوام 6 ماه نور چشم روانده آماده کرده است. این اثر کندال نگاری بوده نامش نوری پرچم. در اینجا ما حرکت کردم که دو نقشه اینجا هم آمیزش دادگی ما نقشی اسلیمی و نقشی گیومتری را کار فرمودگی در اینجا در چیت‌های 4 بوچه که اون در اطرافش نقشی گیومتری کار استفاده بودگی از اون سبب نام این نوری پرچم است که در قسم مرکزی این اثر من 3 رنگی که به پرچم وابسته است رنگی سبز، سفید و سرخ کار فرمودم که این رنگی پرچمی تاجیکستان ما می باشد و از این نور برآمده ایستاده است. یعنی که اون چیزی که در گرد اطرافش من رنگ هایی که به دیاری ما وابسته است همین های استفاده بردگی که از همین پرچم نور برآمده ایستاده است. یعنی نوری همین پرچم می باشد که امروز تاجیکستان ما گل شکفته ایستاده است و ما به یک آسمانی صاف و بی‌غبار
زندگی کرده اثرهای نو ایجاد کرده ایستادیم. باز اینجا اثری دیگر هست، نم اثری شما. این هم اثر من است. این در اینجا هم من دو چیز هم گیومتری هم و استفاده بردگی که این در درونی دوره همین کندال نگاری را هم اجرا کردگی. در اینجا بسیار بندهای نازک هست، بندهایی که همه بندها با آبی طلا با همون برنز میگوییم دوانده شده است. من در همه اثرهایم حرکت میکنم رنگ هایی که به دیار ما منصوب است، همه ها را استفاده برم. این سبز، این رنگ گلابی، رنگ های سرخ هم هست، رنگ های دیگر همش اون رنگ هایی که به ما وابسته است و ما هر روز با طبیعتی مانده هست. همین رنگ ها استفاده میکنم. در اینجا هم من گل های استفاده بردگی، هر خیلی نمودی گل ها. در اینجا من بندهای گل ها رو هم با کندال نگاری ریخته نشان دادم که این یک در بعضی وقت اثرها ما گل ها را نمیریزیم و هم تو نقاشی میکنیم، لیکن اگر ما با همین گل ها، بند ها، برگ ها رو هم اگر کندال نگاری کنیم، اگر با اثر ما زیباتر میشه. بسیار هم مایده کاری است. بسیار کاری مایده کاری این. من این اثر رو من 3 ماه کار کردگی و یک حرکت کردم که اون چیزی که ایجاد میکنیم همه وقت ما استادامو تعلیم داده که همینه یک کار کردن نکار که تا آخرش اجرا کرده یک اثر ایجاد کن که آینده ایستاد. اینامجان احمدов در اویله هنرمند و زیایی به کمال رسیده است. بابای او مولا احمد خوجندی نیز هنرمند زرگر بود و اینامجان احمدов در نزد بابایش بزرگ گشته از صنعت آرایشی برخوردار شده است. نمونه کارهای زرگری بابایش را در یک زیرشیشه تالار مشاهده نمودیم. از سرچشمه‌های تاریخی عیان است که انکشاف هنرهای زیبای میسگری، زرگری، گلدوزی و دیگر صنعت‌های بدیعی به رشد نقاشی نیز مساعدت نمودند. از این لحاظ گفته میتوانیم که سهم بابایش در موفقیت امروزی اینامجان احمدов نهایت بزرگ است. عکس بابایش، پدرش که عالم تاریخ نگار شریف جان احمدов بود و عکس خود او همچون هنرمند در قطار دیگر هنرمندان و عالمان ولایت سوخت در تالار نمایشی قلعه خوجند به معرض تماشا گذاشته شدند. ثبتمان را در نمونه حوله قدیمه ادامه دادیم، زیرا حوله نقاش در همین محله است. نمای این محله رمزی در تابستان باز زیباتر گشته است. مجنون بیت‌ها بالای گل‌ها کوکولان خیش را پریشان کرده حسن طبیعت را افزون نمودند. در این حوله 5 نفر هنرمند کار میکنند و محصول ایجادشان را به مهمانان و سیاحان پیشنهاد میسازند. حوله از 6 خانه و دهلیز و پیشایوان عبارت بوده. بالارهای همه این خانه ها پره نقاشی شدند. نمونه والای صنعت نقاشی را نظاره کنید. بینندگان گرامی، الحال ما در حوله نقاش واقع در محله های رمزی قدیمی شهر خوجند قرار داریم و در اینجا باز یک اثری هنرمند اینام احمدов رو میبینیم که پوره با نقاشی آماده شده است و استاد میگفتید که این چگونه نقش است و کدام الیمنت ها رو در اینجا دیده میتوانیم. در این اثر خواستم که نشان دهم که تمام جزئیات هایی که به نقاشی هست در نقاشی من استفاده بردم. اینجا یک بند هست، قش بند میگوییم. قش بند من دو تا بند، اینجا این قش بند در درونی محرابه همه اینا نشان دادگی. اینجا برگ ها هست، اینجا بندی برگ هست، بند هایی که
اسلیمی منه همش نقشی این همش نقشی اسلیمی حساب میشد. اسلیمی چگونه نقش است؟ اسلیمی نقشی که نقشی که به نقاشی همه بندها باید به دیگر پیچیده نشکند. بند شکستنش ممکن نیست چون که قاعده همش از یک دیگرش بافته شده. همون خیلی میگذرد که در یگان جا نقش نشکستنش نکر. در نقشی گیومتری خیلی که ما میبینیم نقش ها میشکند، لیکن در این شرطش هست قاعده قانونش هست که نقش اسلامی و همین خیلی جزئیات هایی که هست که و ها نشکستنش نکن. بین دیگر همه بند ها به شکل دوره شکلی من خیلی محرابه کده گذراندگی که اینها همش نشکسته ما تصویر کردگی اینجا. نمونه گل ها هست، نمونه بند ها من اینجا شاهبرگ میگوییم. این جزئیاتی نقاشی من شاهبرگ ما هر یک برگش رنگای علایده میکنیم که این برای نقش زیبا کردن یک برگ یک رنگ نیست، ما برگ های با رنگای هر خلقتی میگذرانیم. من اینجا بندهای سرخ هم مکافرم دیگه در موسم هایی که برگ های درخت ها هر رنگ میشد. ما بغیر از سبز ما باز به همون موسم ها نگاه کرده رنگ های برگ ها هم دیگر کرده ما در نقش ها استفاده میبریم. گل ها هست، رنگ های گل ها همش چنانی که گفتیم همش اون رنگ هایی که ما هر روز این رنگ های دیده گشتیم و به دیاری ما طبیعتی ما هست. ما هم برگ های هم بند ها اینجا مرغوله ها هست، من میگم مرغوله همه الیمنت ها در درخت های ما در تاک من می الیمنتی تاکنده اگر ما بینیم اگر همین مرغوله هست که از همین طبیعت گرفته شده. همین گل های هم از طبیعت گرفته شده، فقط فرقش اینه که این گل های ما هموار تصویر میکنیم. اگر مصوری باشد ما باید گل برجسته نشان میدیم. اینم به شرطی که به نقاشی منسوب است ما همین طور اجرا میکنیم نقش ها را. نقاشی نیز مرحله های زیاد را در بر میگیرد، میگوید استا اینام جان، و این مرحله ها را در اثر نوبتی که پوره با نقاشی آماده شده است نشان داد. پیش از اثر ایجاد کردن همه وقت ما یک بار در معاینه خود همون اثر تصور کردن میبینیم. بعد ما بروی کاغذ میکشیم، بروی کاغذ کشیده شدن بعد به اساس میگذرانیم. به اساس گذرانیدن بعد همین ما با قلم میگذرانیم و به درآوردن رنگ. اساس ما اول با رنگ روغنی یک بار مولیده تیار میکنیم، بروی اون سونی نقشه میگذرانیم. پس از اون با رنگ دراری سر میکنیم. رنگ ها رو هم خیلی انتخاب کردن در کار که همش با یکدیگر موافقت کند، از یکدیگرش بسیار کنده شده نبرود و همون یکدیگر رو موافق کرده ما تا آخرش من رنگ میدیم. اینجا ایریم و هر یک تشه بیشای اتاپ میگوییم مرحلهش هست. من اینجا ما رنگ دراری هست، بعد رنگ دراری میبیاد بند کشی. همین بند های ما میکشیده میشیم. بعد من این برگ های میدراریم. آخرین کاری که ما میکنیم این سیاه قلم. اساسی کاری نقاشی اون چی که ما همیشه گفتیم گیدشه من خیلی سیاه قلم میکنیم. یعنی میشکفونیم گل ها رو. من خیلی میشکفونیم. من ها گل های همیشه شکفوندگی منه، همیشه شکفوندگی. ما برگ های هم میشکفونیم، نیمشه ها رنگ دیگر میتیم. همین با سیاه قلم میگیریم که این نقشه ما بسیار زیبا میشود. باز اکنون ما بغیر از کارهای اجاری کارهای استحصالی هست که ما در اینجا استفاده بردگی نقش های اینجا هم من واسه جفت در روی واسه جفت من نجاران ما تیار کرد دادگی. اینجا شرفه هست، زنجیره هست، اینجا بولور هست، حاشیه هست، من اینجا عرقه هست یک قطارش. همه این جزئیاتی نجاری همین ما همیشه نقش در آورده نقاشی کرده. همینجور من واسه هست، واسه جفت بگوییم. این همه این چیزایی که قدیمه، همین چیزایی که واسه جفتی قدیمه این ما اصلا قدیم آمده است. ما همه ها رو همیشه با من این صنعت نقاشی همینجا رو نقاشی کرده. همیشه همه الیمنت ها در بالا هم اگر من به نظر کنید دیگر همون گل ها، همون بند ها، اینجا من یک بند کار فرمودگی
بعضی جاها ما دیگر خانه ها قش بند کار میفرماییم. من اینجا گل ها برگ ها همش هموار نشان داده که گل‌های برجستگی هموار کرده نشان داده که من بندهای زرد بندی سفید کار میفرماییم. بعضی جا ما هم بندهای طلاچه هم کده کار میفرماییم برای زیبشی همون نقش ما با زیبا براد گفته ما حرکت میکنیم. ما همین یک هر یک تا نقاشی هر یک تا سقفی که با ما وابسته کرده میشد، ما همین رنگ های همینجور تقسیمات رنگ ها بسیار مهم است. بله. این برای نقاشی مهم است که یک جا رنگی بلند یک جا رنگی پست نه، همین خیلی کار تقسیمات میکنیم که همش به یکدیگرش وابسته شده یک چیزی زیبا برای تماشابین برود. استقلالیت، آبادی و آزادی، تینجی و آسایشتگی دولت و وحدت و دوستی غایه اساسی اثرهای این هنرمند مانی قلم است. در اینجا نشان دادم که تمام پیشروی هایی که تاجیکستان باشد از همین قصر ارباب اجلاسی 16 سیاسی عالی شده گذشته بود. از همینجا همه کارها و آبادکاری ها سر شد و در گرد این صنعت هست دوره و من نشان دادگی همین چیزه. در این اثر ما کوه های بلند تاجیکستان نشان دادگی. در اینجا راگون من همینطور این بسیار کارها در اینجا در راگون شده ایستاده است. بعد من این نقب نشان دادگی. در اینجا بیرقی من تاجیکستان، باز اینجا تیلای تاجیک هست، باغ‌های اینتنسیوی هست، آب هست، ما من میوه ها من اینجا نشان دادگی اسماعیل سامونی. من در اینجا دیده ایستادگی که قصر ملت در اینجا قالینه که جناب عالی پرزیدنت کشور امام علی رحمان قسم یاد کرده بودن که من با تاجیکان صلح می آورم گفته. من امروز موافقی و من همین صلح و وحدت در تاجیکستان پایدار است. باز در اینجا تمام این چیزایی که ما اینجا گفتیم، من اینجا باز و آخرین مجموعه‌ای که با استقلالیت 30 سالگی و 31 سالگی وابسته بود، من اینجا قامت راست کردگی و در بلندی جای کردم. من در بلندی اثر همه این موفقیت ها این کاری که تاجیکان قدیمه تاجیکان من در اثر بابا جان غفور اولیم تاجیکان رو با یک عرش اعلی برآوردند و کی بودنی تاجیکان قدیمه بودنی تاجیکان رو نشان دادن. من خواستم که ما همین تاجیکانی بابا جان غفور همچون ریشه این اثر که در بالای ریشه بقوتی تاجیکان همینقدر چیزها، همینقدر موفقیت ها، همینقدر پیشروی ها، همینقدر شده ایستاده است. من در اثری دیگر من این نامش اثری دوستی ماندگی که به نزدیکی راهبرای 3 دولت آمدن. من اینجا نقشی قرغیزی، ما در اینجا نقشی قرغیزی، نقشی تاجیکی من این طرف یعنی ازبکستان همه این رمزی دوستی، همه اگر باهای بینیم اگر پرچمای همشون به دوستی رفته است. من همش اگر گرون رو دیگه همش دوستی رفته است. همه این با رنگ گلابی آسمانی جدا کرده شد. من این رمزی صلح کبوتر نشان دادگی. اینام جان احمدов خود زاده شهر خوجند است و 48 سال این جانب به این هنر زیبا مشغول می باشد. او اعضای اتفاق رسامان سابق اتحاد شوروی و رسامان تاجیکستان، اعضای اکادمی مصوران تاجیکستان، دارنده جایزه کمال خوجندی و مدال خدمت شایسته می باشد. او امروز در همین حوله نقاش کار می کند. اثرهای کلان و خرد را ایجاد نموده سهم خود را در رشد صنعت نقاشی و کندلنگاری می گذارد و با این آفریدن زیبایی به مردم خرسندی می بخشد. شاعر نیز می فرماید نقاش عجب نقشه منقش کرده،
ای وقتی تو خوش که وقتی ما خوش کردی.